چون که موضوع خاص گذاشته شده است. اگر که داخل موضوع بشه مرحمت صحبت که، اگر که داخل موضوع نشه میتونی که بعدتر در تماس بگیری قدید صحبت میکنی. برای همین در این کار جدی باش، چون که این پشت اینها هزاران کسا گوش میکنه، نه تنها 4 تا مهاجر بیچاره که در غریبی هستند، بلکه پشت پرده دیگر کسا هم گوش میکنند. ایره فراموش نکن. فهمیدی؟ خب تشکر زیاد. اینجا یک کی بدین محترم چونکی. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرما. چرا سوزی؟ تشکر. اوز میروا. بله. او دستری هری این پرمای همون پیش رحمان فشروری کنم خیلی شب. من چی میگه؟ من همین چی میگه؟ بلاکش کردیم رفت وای همون آخورا چکل بره. کسانی که دشنام میکنید، دشنام شما مشکلات جامعه تاجیکستان حل نمیکند. اگر شما میخواهید که ما را سرنگون کنید و یا که در مقابل ما دندان نشان بدهید و یا که ما را باطل گفته و خودتان حق میدانید، مرحمت ببرید، با دلیل و عاقلانه صحبت کنید. ای که ترسکاتان بدل میکنید، رقص میکنید و دیگه او ما تحمل او چیزا دیدنش نداریم و گوش کردنش هم نداریم. برای همین مردانوار ببرید و صحبت کنید، عاقلانه، منطقی، با دلیل. دیگه یگون مشکلات نیست. ما دشمنی ملت نیستیم، ما دشمن یگان شهروند تاجیکستان نیستیم، ما دشمنی نظامی هستیم که بالای خانه هر یک شهروند تاجیک علاکه دست خونشارشه دراز کدگی است. فهمیدین؟ ایره فراموش نکنید. خب تشکر زیاد. حیات کامیرات میکشی یا که نه؟ بعد ابو بکر. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. ابو بکر صدا است؟ بله. ابو بکر یک جای نوشته میشید پیش. بفرمایید. این با دیگه تقصیر ابو بکره. سلام علیکم اکا حسین خلیل، امیدوارم خوب هستین. بله. تشکر. اکا شرف یک التماس. بفرما. همه ما میدونیم که ما تاجیک مسلمانیم. خب هم خلاص؟ بله. تاجیک مسلمانیم. بله. در برنامه شرطی ما بنولیم انا مچید منا محکم یه همه یاونا معلومه به مردم. خب بیا بس کنیم نولش کدنی مچیتمونه بستنی تریمون کدن اصلا پرابلم سوید نداریم، کار نداریم، سیاسی. بیا اسلام یک طرف مونیم، بعدی که سرنگون که کدیم. ببین برادر عزیز، در یاپونیا با وجود که جنگ دوم جهانی ده به فکرم امریکا در اوج اتمی بمب زد و یاپونیا را به خاک یکسان کرد. اینا فراموش نکنید. میدونی یا نه؟ میدونم. امروز یاپونیا دنیا را به ماشین تأمین میکنه، درست است؟ بله. بهترین ماشین های یاپونیا در دبی، در ابرزیت و یا که در چی میگن اگزیبیشن، نمایشگاه ماشینا، بهترین ماشین عجب تکنولوژی پیش فهمو. چی را عبادت میکنن؟
آخی عبادتی این یپونسا را نمیدونم ما میدونیم کی برادر من سوال میکنم تو سوال جواب بدی. یپونیا در علم و تکنولوژیا در دنیا یکمه. بله یک یپونس میپرسم که چی با ما در مقابل امریکا نمی جنگیم که زمانی در بالای ما چی کرده بود چی میگن حمله کرده بود و ما را به خاک یکسان کرده بود. میگه که یک یپونس میگه که چرا ما بجنگیم در مقابل امریکا. همین که در بالای ستالی میگه جورج بوش تلفن در پشتش نوشتگی میدین ژاپن علاقه ما برد کردگی هستیم. بارکالله. فهمیدی که بله 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 فهمیدم. نه آخه همین نه شما مقصد من نفهمیدیم برادر ما تحلیل کنم. ببین برادر عزیز شما خوب گپ زدین که درست است ما باید پشت دین نگردیم لیکن از یک لحاظ اشتباه میکنید. یپونسا با وجود تکنولوژی در دنیا اول هستند اما در عبادت عقیدتاً روح خودشون تغذیه میتین به چی؟ به یک سنگ بوتکی به خود اله انتخاب کردگی هستند و او را میپرستند در حالی که در دنیا ایستینا بله در دنیا ما یگان یپونس مهاجر شنیدگی نیستم لوبا یپونس دمی اروپا دیدگی است نیست در پیش یک کامera نمی قیام تر نورش دروز فقط صورت میگیره و توریست میآیند اروپا توریست میآیند. ما اروپا زندگی اومدیم به خاطری که ما مردمون از زیر ظلم آزاد کنیم و ببینیم که بدونیم نشون بدیم که نمود زندگی چی نمود است. آمدیم مردم یپونس که در آسیا زندگی میکنن اونها چی نمود آمدن که توریست هر جا را فرار میگیرن. گوش کن اونها عبادت میکنن یک بوته یک سنگ لیکن در تکنولوژی پیشرفت‌ترین کشورها حساب میکنن. مردم خودمون وقتی که میگویی که ما بیا مسجد کنار بگذاریم مردم سطر میگیرن محکم میکنن کنار بگذاریم مسئله های دینی را کنار بگذاریم ما از مسئله بیکاری گپ زنیم ما از مسئله چی میگن مهاجرت گپ زنیم. برادر عزیز در برابر که بیکاری هست و در برابر که مهاجرتی هست مردم خودمون مردمی مسلمان است و مردمی عقیدوی دینی هستند و این فراموش نکن که مردم ما برای اونها کار اگر هم نباشد دینش باید باشد. برای ما را اگر کار هم نباشد ناموسش باید باشد. برادر حسین گپ دیگه سنی بعد بردی ما پروتفی حجاب نیستم ما پروتفی اسلام نیستم. اینجا برنامه شما برنامه سیاسی یا که اسلامی؟ برادر عزیز اگر خودت درک کنی همین وقتی که سیاست رحمانوف با ریمولی خواهر موت دست بزنه آیا سیاست رحمانوف بعدی رفتیم سرنگون که کردیم بعدی همه یا سوال جواب داره. ما پروتفی همی رژیم همی رحمانوفم پروتفی مقصد اینمی بعد ایزوری زنکومون کردور شدنی همی پدلعنتم ما ایگه پارا میفهمم همی برنامه شما سیاسیه یا کی دینی؟ برادر عزیز برنامه ما سیاسیه. بله شما ایروز مهمونین در برنامه؟ بله من مهمان هستم. آفرین. امورا به حد امکان اکای سین به همین مردمی مهاجر بسیارتر وقت بتین. بله مرحمت گپ زنن برای که بسیار مردم جوانا ایرا بدونن که حیاتون دود کردگیه همیتا شما دلش خب کرده برین که اگه ما چیزی دیدیم ندیدیم یا مردم نونی سیوزا خوردیم زندگی مون دیدیم اینشال زندگی مون سازه. جوانا ایرا بدونن که همیتا خب کرده رفتن ای حقوقتون طلب نکردین که پگه حیات فرزندی تا ای تدا خوشی میشه ایرا بدون.
جوانا بخزین تاریخ ورق بزنین شما کی بدین چی بدین ایزو بکشین بخزین همو مردک یا تا برومد روست گفت یوبکورا برورین ببشین لوکیورا باندین مردک بوری ببروین جوانا زنده باشی برادر. فهمیدی؟ بس دیگه اونا شو برای بس دیگه تو که شما نه سوی دورن ای مرده سوی دوره زنده نی همی حوله این خیلی نمیشوه اوخی من میفهمم هو میخزین ای اسلام میگیرین همی سیاست اول بگیرین جو بجو کنین ای حقوقتون طلب کنین بعدی رفتیم دفن و بود کردیم بعد سطرمون پوشمون سطرش هم میپوشه مقصد خریستیانش میره و خریستیانش مسلمانش میره و مسجدی مسلمانش هیچ که کوردور نشوه کدم ویره اسپاویدینی را میکنه مرحمت ای چیگه پیوزی نه خریستیانش گپ زدن میتونه نه یوریش گپ زدن میتونه در تویستون نه مسلمانش اوخی این طریق بدم نمیشه اوخی این را میدونم که بخدو قی نیوزی مردم ما خیلی دیر کدگیم خیلی دیر کدیم برای همون جوانو یه بردگه میگون که بخزین ای سرکت تاریخ تونا ورق بزنن در این دنیا رسیه و پل کورکنی و اوپل و چون چیتون نیست بخزین ایجا وطن میگن یا چیه همجسته یا چی دیگران ناموس میگن ناموس ملت میگن جوانو با یه بردگه میگون ای خداوند همه تا نگهدار باشه اکر شرف التماس کمش بگی مردم گبته مردم دیشا خوری کنن میبخشین مال خداوند نگهبانتون باشه همتون کوشانی صاحب سلام رحمت میکروفون دکشو سلام علیکم حسن نشورو خوب است انشاءالله تشکر شما خوبه سلامت باشه مسئله امروز مسئله چی است برادر اگر المزم باشد بیاید کنترل کند من میدونم اگر که من امروز مهمان برنامه اینها هستم اگر انسانی که اگر امکانیت داشته باشد برای ما مجال بتیاد که ما همین چی را کنترل کنیم یگان کس دیگر هم قبول کرده بتونیم اگر که نشود ما خارج میشم برادر کوشانی صاحب امروز در موضوع درباره کی رحمانوف آیا دیکتاتور هست و یا کی نیست همین شما در یک دو نقطه خلاصه کنید رنگ ما بسیار گپ نزنید سلام و درود الماس بزرگوار یک سری سلام و درود دیگر بر بینندگان عزیز دیگر الماس جان با یک باز دیگر بر همین رستمگری تو با همین جرأت و یعنی چیز شجاعت مردانگیت با زمین پل ارتباط شدی بین ما و دیگه هموطنان عزیز بسیار خوشحال هستم همیشه همین تو باز که باشی دیگه حسن جان عزیز هر چیزی که هست واقعا من به فکر خود دیدگاه نظر خودش من فکر میکنم که یعنی دیکتاتور نه اینکه دیکتاتور یک ظالم است این ظالم از دیکتاتور کرده با زیادتر یک مفهوم کلان داره ظالم از دیکتاتور ظلم را همون فما دیدیم بر هر نوعی که کرد بر سر مردم چه دیگه همین قتل کشتار کرد غارت کرد مردم غلام کرد بخدا مردم اینا فقط اینا فکر مردم تو ببین قفس کردگی یک چیز انداخته یکی دیگه مردم یعنی دیگه فکر نکنه فقط شکر نکنه اینا فکر مردم نمی هست دیگه کوشانی صاحب واقعا در دو نقطه خطون اشاره کردین که نه تنها رحمانوف دیکتاتور است بلکه یک صفت دیگه هم برایش یا که یک مقامی بالا مقام برایش داده شود بدون شک قاتل است بله ما با چشم خود دیدیم اگر حسن جان عزیز یک دقیقه اگر این کدام تاریخ قبلی می بود که شاید که تاریخ جعل شد یا چیز شد او دیگه طرف لیکن این ما با چشم خود دیدیم خب ما جوان بودیم که ما نسل یعنی استقلالیت نیستیم ما نسل شوروی هستیم فکرت هست بله ما میفهمیم من جوان بودم من 18 ساله بودم من 20 ساله بودم این چی سیاست کجا رفت مردم چی کرد
کی اومد کجا رفت آقای چی کوشانی شد هنوزم که هنوز است ما از بیرون صدا میکشه. آقای کوشانی صاحب ببینین، شما مردمی سابق شوروی هستین، همچون ما به همون اخیرای حکومتی سابق شوروی را چی میگن زندگی کردگی هستیم ما، یا که یک مدت بود. باور کنین همین نموده که ظلمی که امروز رحمانوف بالای ملت میکند، روسی که بالای ما 70 سال حکمرانی کرد این نمود ظلم نکرد. درست است که به انواع مختلف بدون شک ظلم های مثلا کرد که حقوق ما پایمال شد و یا که اما از یک جهت نظر کنی مقایسه بین حکومت فرهنگیش بر ما بله بدون شک 1 دقیقه فرهنگیش رو به ما صدمه رسون. یعنی هر چیزی که حرف یعنی عروف ما بود او را از بین بود، کتابای ما رو سوزاندن. بخارا دیگه از کتاب سوزی فکرت اگر باشه تاریخ میخونی فقط در یک ماه فقط کتاب سوزی در اونجا بود. فهمیدی؟ یعنی کل چیز